من میتونم تست نیکلش آبسنگ کربنی سیکا و چگالی 3 و 47. اول سرکه رو اضافه میکنیم. یک نکته ای که خیلی مهمه من تستای نیکل که گرفتم، وقتی شما محلول دیمتیل به سرکه اضافه میکنین و این مواد اینجوری فرار هستن، حتما تست نیکل مثبت. اینم درود دوستان، این هم شاهسنگ کربنی سیکا و شکالی 3 و 47. تست نیکلش هم الان براتون میگذارم. این یک نمونه بعدیش و یک نمونه خیلی کوچیک، یک کم سنباده هم بهش زدم.